رحیم تو اون حجره ها رو سعید تو همراه من شما خواهر جان لطفاً کجا برید ما شما رو برمی‌داریم. خوب شد بس مایلش من کاپیتان زبیر سعیدов با ما زنگ زدن شما کیستید و در اینجا چیکار میکنید؟ من نجوم دستا پشتی سر دستا پشتی سر من چی گفته ایستادم؟ نجوم بگر گریزی میپرانم این من نه او را من نکشتم قاتل دیگر کس است من حاضر آمدم وای کیها مردگی بود او را من نکشتم ما حالا میفهمیم تو کیستی؟ من وای را نکشتم کیستی میگویم؟ من اینجا کار میکنم کار میکنی؟ چه کار؟ من با وای صحبت میکردم همش فهما رحیمم نباید سردار حجره های پایان را تفتیش کن شاید وای خودش تنها نباشد فهما بچه ها را جغ زن شما به من چرا باور نمیکنید پیش از من اینجا کدام آدم آمدگی بود از همسایه ها پرسید همسایه ها را پرسیدیم آنها همش را گفتن مهم این که ما تو را در جای جنایت دستگیر کردیم کارت را در سینه این دختری بدبخت دیدی؟ به فکرت در آن ایزی انگشتانی کیست؟ اینقدر دختری نازنین است چطور دلت شد به انصاف چطور توانستی کارت را در این بدن زیبا جای دیگی ایستا داری دورا رحیما سیدا داری دورا زودتر نگوریدن زود باشه تو از آن طرف کجا شد؟ بالا زند نیست رفتیم یه بای یا خدا وای توبه
салом алайкум. سلام. бубахшед шумо дока ва ягон намуд дорои зидди сироятӣ надоред? با شما چی لازم؟ намедонам шумо беҳтар медонед. خوب شده است حاضر. شما زخم دار شده؟ шумо дока ва дору доред? ها البته حاضر. شاید به شما یاری ضرور باشد. های ایستید. گوش کنید. زخمتان رو شسته بستن لازم است. من به هر حال کارمندی تیپ هستم. شاید به شما کمک رسانده توانم. ту чӣ ин қадар ба ман часпидӣ? чӣ мехоҳӣ? من شما رو شناختم. شما از ما بسیارتر داروهای بچگانه بعد چی؟ می‌خریدید. як лаҳза хоҳарҷон. бубахшед шумо гуфтед ки муолиҷа мекунед? медонед ман аз сари зина афтида захм бардоштам. шояд муоина мекардед. ها البته. بیایید به داروخانه درآیید. در اینجا همه چیز هست. مرحمت درآیید. درآیید مرحمت. انا خدا خواهد شفا میابید. ташаккур. نامی من فرنگیست. номи ман саид. чанд сомонӣ мешавад? یگان سامانی شفا یابید. سردار رفتیم. الو لابای من در مغازه бубахшед ягон чизатро гум кардӣ бача? не абла ки ба ту ин хел кор карданро ёд дод? ҳезор кашол ҳезората бардор. ҳаминаш намерасид ки тарбузро ба кисарат андозӣ. маслиҳати ман ба ту аз касби дуздӣ даст каш. ин ҳунари ту нест. агар боз як бори дигар дорам гӯшҳоятро мекунам. фаҳмидӣ? фаҳмидам. не ту нафаҳмидӣ. фаҳмидӣ мегӯям.
پیشتر را ازارت رو بردار گوش کنه با جوره هایت گوی که اینجا رو طالبچکه صاحب شده است بینیشان رو نخلانن فهما؟ شما طالبچکه؟ خودی خودش ازارت بردار پیشتر را دفع شو از اینجا راست ره گرد شما در حقیقتم طالبچکه؟ گفتم که دفع شو احترام میکنند وقتت اومد کرده است رحمت با وقتت زخم کیرویی نیست کی این خیل تیر میپرونن همین خیل گام میزنی که گویا از نشان نرسیدن تیرش دلت به وی میسوخته باشد و ملکه زنگ زده همه این واقعه رو به وی نقل کردن لازم ممکن نیست هیچ چیزی رو نمیفهمم آن دخترک دوگانی که ستاره که من در طرف خونه دیدم کی بود؟ گوش کن شاید وی به این کار باز اون کسی دیگر رو همراه کرده باشد پس چرا مرا آگاه نکرد؟ با تو باور نکرده از روی احتیاط اگر تو اجرا نمیکردی شخص دیگر اجرا میکرد اکنون تا قاتل حقی را نیابند من زیر شبهه قرار دارم قاتل را جستن چی لازم؟ وقتی که وی یافت شده است لیکن من نکشتم اثبات کرده میتوانی؟ آخر این را آنها باید اثبات کنند آنها؟ آنها همه کارو که ها کردند عیبداری حقیقی هست پرونده جنایتی جنبست شد خزت سود می آید طالب این کار شوخی نیست اگر تو وی رو نکشته باشی پس کسی دیگری کشته است مادام که این کسی دیگر رو هیچ کس جستن نمی خواهد باید وی رو خودی تو جویی چه خیل؟ همین خیل خیر چی؟ این کاری متخصصان است طالب در عین زمان کاری آنها جستنی توست خیر بیا یک از سر گپ زنیم تو درباره ستاره چی میدونی؟ خیر وی معیوب است یک عمر در جایگاه خوب بود عضله ثروتمند دوستانش شناسهایش دشمنهایش کی هایند؟ من از کجا میدونم ما در این باره صحبت نکرده بودیم تو در خانه وی بغیر از ستاره باز کسی رو واخورده ای؟ نمیدونم ما دائما در تنهایی صحبت میکردیم احوال بد حتی یک پای نیست که از پشتش رویم انا نتیجه در تنهایی صحبت کردن لیکن یک چیز هر وقتی که من به خانه وی میرفتم در حال کمپیر خوله ها رو با میخوردم شاید آنها کسی رو دیدند انا این یک پای خورد کفت و کبرو از پشتی انا همین پای آغاز میکنیم کنی من یک رفته با کمپیر خوله هایت در تنهایی یک صحبت کنم شاید یکون نتیجه دهد
طالب گوش کن شرط نیست که تو با این ماجرا همراه شوی به این هم تو با من بسیار مدد کردی من از تو مینت دارم شد گپ تمام من نیکی رو هیچگاه فراموش نمیکنم خوردنی ها در یخدان در رو بیان کس نکشا هر خیل کار شدنش ممکن خیر من رفتم لیکن با یک دیدن بسیار بچه آرامی بچه آرام بود نهایت بچه آرامی نبود تشکر زیاد خاله های همدان شما به ملیسای تاجیک خیلی کمک کردید سلامت خوب باشید شده است идомаи барномаи паёми рӯз тамошобинони гиромӣ ба ин эълон таваҷҷӯҳ намоед шаҳрванд фаридун амонови 27 сола мувофиқи моддаи 104 кодекси ҷиноии ҷумҳурии тоҷикистон ба куштори нигора салимова гумонбар дониста шуда дар ҷустуҷӯи милитсия қарор дорад нафароне ки аз макони будубоши гумонбаршуда хабар доранд ба рақами 02 занг зананд дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии мо ба анҷом мерасад бароятон танҳо хабарҳои хуш хоҳад буд. جنایتکار از خواب سر شدی کم ترغنب رفتم وضعیت چنین است آن بینا در حقیقت هم از آدمانی بای بوده لیکن آنها یگان خیل دختری معیوب ندارند خانه را کدام یک نگاره به اجاره گرفته است نگاره؟ صرفم رفتی؟ دختری نازنین راه و رفتارش شبهناک زندگی بد اخلاقانه داشته است مردها ماشین‌های خارجی طربخانه ها عجیبش این که وای با این خیل کارها بیرون از شهر مشغول می شده است ولی به حضورش تنها یک مرد روا می کرده است مردی خوش سلیقه زیایی نما موی سرش سیاه و هموار حتی به دختر گل و گلدسته هم می آورده است این مرد به خاطری تو کسی رو نمی آورد در روز کشتار به نزد دختر تنها همان مرد آمده است دختر را وای کارد زده است پس من اون وقت در طربخانه خطا نکردم لیکن این همه به ستاره چی لازم؟ اکنون خودی من هم این معما را کشودن میخواهم قصه پر اسرار من باز یک چیز رو فهمیدم این ستاره نگاره عضو کلوب ورزشی گلدن جیم بوده است اون کلوب در کجا بوده است؟ اون کلوب در کجا بوده است؟ باید در آنجا کارتoteke سراغه اعضایانش وجود داشته باشد آنها این معلومات را به ما نمیدهند راه دیگر هست کدام راه؟
دزدیدن تو میتوانی کو من نمیفهمم تو چی؟ با روحیه من کدام یک آزمایش گذراندنی ها؟ گاه بیدوز میگویی گاه ندوز میگویی ای طالب جان گوش کن این به منفعت کار است تو این رو باید بفهمی میفهمی و بعد اینکه این کار یک عمرنه همین که کارها تمام شدن دیگر ما فهمو یعنی به تو لازم شود من باید چپ و راست کلوب و بانک اداره ها رو ترک کنم همین خیل چه خیل کلوب چه خیل بانک فرقش چی دزدی است خواه بانک را خواه کلوب را گوش کن ایستا تو کلوب رو میشکنی یا نه البته میشکنی حالا که با زبان خوردگران گپ میزنن من میدونستم که تو جنایتکاری تمام عمری من رو برباد دادی طالب ایستا گوش کن طالب گوش کن ایستا بگرد دره نیست که گپی مرا نگیرد من چکه فرمان روای تمام قلفهای روی زمین تو باشی همین خیل استعداد ناتکرار را نابود کردی لافزن بیا پارسا تو آدمی خوبی بنابراین من به تو میگویم تو به من حسد نبر حسد احساسی بد است و ما در خاطر گیر رفتیم مردا زنها کنی فرمان روای قلفهای روی زمین مهارتت را نشان ده که خب کن پایین تر کن من گشاده نتوانم یکان کس در دنیا گشاده نمیتواند سیستم این قلب چخل باشده من با این خلش با نخوردم و فکرم این قلب تو رو نشیناخت حاضر شناس میشویم اگر من گشاده نتوانم دیگر کسی گشاده نمیتواند یک طرف ایستا تو دیدی و تو حال نگفتی این به تو درس تو هم با من معلم شدی حاضر درونی همین جوان محکم میکنم بایستک
تفشا ما ارگش و مفزونه اورلانو و نیکورا کنی بین همین نه احمد و نیکورا احمد و نیکورا همین خودی خودش انیق کوچه شمسی بینای دوست و این کی؟ پلید کی این گبزن؟ رسیل کی این گبزن؟ تو چه ما چیخت و پاکی سیبت دست دادم ها کلفروشی کن زنک رو یوب انا نتیجهش گوریخت هی این توی؟ هر دوی تو یک دستکو نه پلید ها چی نو مخول میکنی در نیست شب اینجا؟ چی نو مخول میکنی؟ باز برای دزدی آمدی اینجا فریدون گوریز ایستا با کجا؟ ای دوست انا کلید دیدی؟ دیگر نمیبینی سرده ای دوست ایست هی دوست یا توبه لعنتی این خیلها را کشتن لازم و یک عمر مرا بد میدید یک عمر ای تو با وی چی بدی کردی ها؟ وای فکر میکند که من با ملیکه ارزنده نیستم ای چرا تو بزنت اجازه دادی که با وی رابطه داشته باشد؟ ای چرا تو بزن اینقدر باور میکنی ها؟ ای آنها از دور کودکیشان دوگانه بودند من با آنها خلل نمیرساندم طالب من و ملیکه یک تنیم میفهمی من به وی زیستن نمیتوانم بیچاره ملیکه چی حال داشته باشد وی هم از هوش رفتگی است با وی باید صحبت کرد خواه نخواه ملیسه ها تلفنش را گوش میکنند من با وی از کجا گپ زنم از کجا ما زنگ زن الو ملیکه فریدون این تویی؟ ها این من فریدون تو در کجایی؟ با من گوشتی برای چی خونه نمیایی؟
یکدم به من گوش ده آخر. با یگان گپ باور نکن. میشنوی با یگان گپ. من همش رو میفهمونم. بعد میفهمونم. من اول باید همش رو انیق کنم. میفهمی؟ انیق کنم. احوالم خوب. گوش کن. من بسیار صحبت کرده نمیتوانم. امید جان چی خیر؟ با جای من وی رو بوسه کن. ملیکا من تو رو دوست می‌دارم. غم نخور، همه‌اش نغز می‌شود. خیر. خودت رو احتیاط کن. محلش خیر. من در اویله به وی رسیدم که معنی زندگیش باوری بود. پدرم همیشه نصیحت میکردن که به انسانها باور کنم. اونها رو دوست دارم. به انسان نیکی کردن وظیفه انسان است میگفتن همیشه. چه خیلی ممکن است بی باوری زیستن. طالب تشکر. من میروم. با کجا؟ با خونه. کمتری دیگری است. خواهش میکنم عزیزم. آخر حضور پدرم میبینم. پگاه که دیگر رو میبینم. آچه چی میگویی؟ دادم در کجا؟ دادم در کجایم؟ برای چی به خانه نمی آیم؟ آچه امید جان را به خانه درو. خواب کن. به من خلال نرسون. شما چکار کرده ایستادید کی؟ آچه گفتم که رو به خانه درو. خلال نرسون به من. رو گفتم. رو گوش کن. تو مرا اینجا انتظار شو. من وی رو کشیده میارم. اگر لازم شود کمک میرسانی. خوب؟ خوب. اینجا بیا. تو چی کار کرده ایستاده؟ دستم رو سرده. فریدو گفتم دستم رو سرده. فریدو اینجا بیا. برای چی تو این خیلی رفتار میکنی؟ خودش اینجی است؟ همه کارخونه رو با پا خیزاندی. آدمان چی میگوین؟ آدمان؟ تو باید در این باره بر وقت‌تر فکر میکردی. آدمان من گپ‌های تو رو نمیفهمم. همه‌اش را نغز میفهمی. با خوبی گوی که این بازی کیست؟ تو چی قصد داری؟ چی خیل بازی؟ چی خیل قصد؟ من هیچ چیز رو نمیفهمم. من درباره دوگانه‌ات گپ میزنم. ملیکا؟ نه، دوگانه دیگرت. نگار ستاره باز چند نام دیگر دارد. کدام نگاره؟ خودت را به نادانی نزن. تو همه‌اش را خوب میدانی کدام نگاره. گوش کن، من همه‌اش را نغز میدونم که این همه کاری توست. گوش کن، من یگان خیلی نگاره رو نمیشناسم. مرا آرام گذار. نباشن میلیسا را جیغ میزنم. فهمیدی؟ قاتل نگاره را هم نمیشناسی.
کشتند؟ کی؟ یعنی که تو نگاره را میشناسی همینطور؟ تو شوخی نمیکنی؟ کی وی را کشت؟ من نزد تو برای همین را فهمیدن آمدم. سلام زبو. سلام. تینجی است؟ ها شریف همه تینجی است. از راستی؟ براستی همه تینجی است. برات رفتن گیر. نفهمیدم. چی تو پرابلم داری؟ نمیفهمی؟ خدا چی؟ چی گپ داری؟ تو با کی این خل گپ میزنی ها؟ اینجا بی شریف! تو چیکار کرده ایستاده؟ خلاص کنی کوش میکنم یکی ما جان تو بسید شریف اونو شویده سرده مرا فریدون سرده بشرت سرده مرا بیستید میگویم بس کنید میگویم خدا چیگه پتی سودا من با شما کیستند اینها؟ میبخشید نورالی شهابویچ اینها به نزد من اینها دوستانی من اگر دوستانی تو باشند برای چی جنجال میکنند؟ ببخشید کنی همه با جای های کار خود من چی گفتم؟ شریف روید دست به کار شوید این قصه دور و دراز است بگاه خانه بیو همش رو میفهمونم همینجا گپ زن زودتر در همینجا گفتم کو این قصه دراز است همش رو بگاه میفهمونم خیر تو خونه او رو میدونی؟ بله میدونم رفتیم زودتر الو ای فریدون کجا شدی؟ از گفتنت مانده شدم تنجی هست؟ دارو لازم؟ نه هیچ چیز رفتیم وای در همینجا زندگی میکند در روشونه سیوم انیخ خطا نمیکنی؟ انیخ همینجاست رفتیم ایستا منتها نیستند بهترش تو تنها رفت من اینجا پاسبانی میکنم هرچی شدنش ممکن خوب زیبا 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 زیبا
این باز تویی نجم حاضر میفهمم. این دفعه به خطا میزنم. من همش رو میفهمم. رویت را به دیوار گردان. رویت را به دیوار گردان. من همش رو میفهمم. دست التماس باور کنید. البته میفهمانی. تو دیگر چیکار هم میکردی؟ آخر این رو من نکردم. نکردی. برگرد. دستایت رو دراز کن. دراز کن. این کاری من نه. من حاضر همش رو میفهمم. این بار تو چیکار کردی ها؟ تو این بار چیکار کردی؟ آخر این کارو من نکردم. باور کنید. پلید. این کاری من نیست. پلید. تو شما اینقدر چرا به من باور نمیکنید؟ این کارو من نکردم. برای چی اینقدر زنها را بد میبینی؟ آنها مگر به تو یکون کاری بد کردن؟ پلید. کنی پیش درا. حالا من و تو بسیار گپ میزنیم. پیش درا. شما چرا به من باور نمیکنید؟ پیش درا. ای! در را کشا گفتم! در را کشا! ای! در را کشا گفتم! در را کشا گفتم! کنی آنها با بالا رفتن! با بالا! زودتر! رفته! زودتر! با بالا زودتر! دستانت رو به من ده. بدتر تو پرواز کرده میتوانی. زودتر برو رفته زودتر از خفای من. ایستا دارید آنها را دارید گفتم. گم شو. تولی گورز گفتم. احاطه کنید. خزید بیاید از پس من. یک طرف ایستا. و پایان. اینجاست.
اکی تولید؟ اکی تولید شما در محله ما بچه ها اکی تولید من با بچه ها گفتم دیگر به تلفنشمون نمیبیان خب کن او کیست؟ گمشب گلن آنها دستگیر کنه زودتر زودتر زود باشه زودتر بیا بچه ها 2 نفر از این طرف 2 نفر از اون طرف زودتر زودتر با این طرف اکی تولید اینجا بیاید بیا زودتر ایستا بچه با بالا از 4 طرف احاطه کنید رهیدن مرده چیکار؟ رفت گم شو زودتر بیا Bravo. تا آفرات ایستا ایستا
آنها ماشین سوار آمدند. من همش را فهمیدم. یکیش در درونی درآمدگاه ایستاد. دیگرش به بالا برآمد. تشکر طالب. اگر تو نمی بودی لیکن چخیل اونها اینقدر زود پیدا شدن؟ شاید از پسمون میپویدن. تو چی؟ تو تا حال یگان چیز رو پی نبردی؟ خانه ای که نگاره اجاره می نشست در کدام شهرک بود؟ در شهرکی سیبزار؟ نه. زیبا در کدام شهرک زندگی میکرد؟ زیبا در شهرکی هشتم؟ خیر. شعبه میلیسه این شهرک ها دیگر است. اما در هر دو حالت همان کاپیتان میلیسیا زوباید آمد. علاوه بر این گویا اومدن ما رو محض نگران بود. آفرین بچه. کلات کار میکرد است کو؟ دوامش را فکر کن. زیبا با واسطه نگاره میخواست من رو به جنایت تله داده با یاری زوباید از من خلاص شود. ما زیبا رو فوش کردیم. وای میخواست به ما چی سیره رو آشکار کند. لیکن وای رو سری وقت از سری راهشان برداشتن و تو رو دفعه دوم به جنایت همراه کردن. اکنون تو دو کرد قاتل، منیکی حقیقی. حتی خود من از تو میترسم. از پای زوباید شدن لازم. وای از تو چی میخواسته باشد؟ زیبا نیست. ما دیگر از کی میپرسیم؟ از زوباید. از زوباید؟ بله از زوباید. دیگر هیچ کس نیست. تو این رو چخل تصور میکنی؟ من روامو گویم که اما کی زوباید؟ پیش از پرونیدن تو با من گوی که در پس همه این کی میستد؟ همین خیل؟ این خیلش هم ممکن. لیکن من فکر میکنم که اول وای تیر میپراند. من هم میشودم میپراندم. آخر تو دو کرد از وای خلاص شدی. اکنون وای دشمنی جانی توست. من دیدم که وای چه خیل آدمی بدکینه است. گوش کن. تو چی سری مرا اینقدر گرنگ میکنی؟ تو خودت حاضر گفتی که دیگر هیچ کس نیست که ما از وای پرسیم. داد نزن. چی اینقدر داد میزنی؟ با بعضی کسان واخورده صحبت کردن لازم. با کی؟ من یک رفیق دارم. تا رتبه подполковник رسیده است. آدمی بهترین است. من و وی نزدیکیم. اگر این زوباید لعنتی به یگان کار شریک باشد رفیقم ریشش را خشک میکند. من به وی باور دارم. تو میتوانی؟ خودی حاضر میروم. این خیل کارها را با تلفن حل کرده نمیشود. من چی کار کنم؟ به خانه رفته مرا انتظار شد. های زنها این در محله ما چه حادثه ها روی داده شده است شوندید نه؟ نه چی حادثه روی داده است؟ فردوس رو میگوید؟ نه فریدون را از درآمدگاه دویو. ها شوی ملیکه را میگویم. همان را گپ که کسی رو کشته است. نه سر بریده است. دهشت. گفتگی برین شوهر ملیکه بغیر از ملیکه باز دو زنی دیگر داشته است. مال چی؟ دو زن از کجا؟ آخر به خودش در هیچ کجا کار نمی کند گو؟ نشه جالب است مگر نباشد 3 زن را چخیل می خوراند. وای زن نه وای معشوقه. یک زنکی بای خودش که در هیچ کجا کار نمی کند بایش یافته است. بیچاره ملیکه
از اویلی کمبغل کو کمبغل هی دادرشوی من در شعبه کارهای داخلی کار میکند وای فریدون رو در اعلان تخته کافتگاه جنایتی برآوردم معشوقش را گوسفند بر این سر زده است گوسفند بر این به خانه ملکه چندین مرتبه میلیسه ها آمده رفتم ایوای بچه خپکک بودو سلام کرده میگذشت همه منیکا همین خیلن هیچ باوری کس نمی آید ها دادر عدالت رو کوی کدام عدالت؟ آخر عدالتی که در بازار پوشاگوری میفروشد کو دادرش رو در روسیه حبس کردن 2 آدم کشته است 2 آدم کشته است؟ یعنی باور کنید دادری وای در روسیه با گازیلش بس اما 2 شده بود کو فرقش چی؟ آدمان مردن داده ما آدم کش نه فهمیدید؟ داده ما خی آدم نه داده ما نه شما آدمی گنده ایوای میاده کنید داده کده سرد مورد دیلایی می اوچه جو ها بچم دادم آدم کش نه دادم آدم کش نه راستش لگه دادم آدم کش نه راستش لگه لیکن من نفهمیدم چی خیل وای در ارگان جوی افته است همکارانش وای را نغز نمیبینند رهبریت نیست میگویند که با اولین وضع مساعد از وای خلاص شدنیند اما الحال با وای هیچ عیب گرفته نتوانستند با بعضی جنایت ها از وای گمان برند بعد چی؟ آدمی من از آنهایی که هنگام کشتن نگارا نوبتدار بودند پرسیده معلوم کرد که با پولت نوبتداری زنگی تلفن وارد نشده است کسی با تلفن دستی زبید زنگ میزند و وای خودش برای قپیدن جنایتکار میرود حالا که نوبتداری وای به آخر رسیده بود یعنی همش از روی نقشه پیشکی کشیده شده از پشت تو میپایند همین که تو به خانه نگارا نزدیک آمدی در حال به زبید زنگ میزنند و تو را در جای جنایت دستگیر میکنند و برای اون که نه پای موند و نه حیدر وای مرا مخصوص وادار میکند که من گریزم اکنون تو فهمیدی که چه خیل بختت آمد کرده است تو نباید زنده میموندی اما با زبای کی زنگ زده باشد؟ زیبا؟ ممکن برای چی؟ من میفهمم که مرا دوست نمی داشت لیکن برای این شده این خیل عملیات مرکب را فکر کردن چی حاجت؟ تو از یگان کسی دیگر گمانبر هستی؟ دشمنانت چی؟ شاید تو صد راه یگان آدم شده ای؟ صد راهی کی؟ فقط همین که
تو رو از راحت بیرون برآوردم. من بعد از تو قصاصم رو میگیرم. الحال همه کسانی که در این چشم بندک بازی شریک بودند به نوبت چشم پوشیده ایستادند. تنها زبید مانده است. تو میخواهی وای رو از گلویش گیری؟ من؟ تو تپانچه وای رو دیدی؟ وای رو از گلویش گرفته نمی شود. ما باید مثل امریکایی ها بجنگیم. چطور؟ جنگی بی رابطه. ما از پسش نظاره میکنیم. وای عیاش است. در طرف خانه ها نشستن را دوست میدارد. به فراغتگاه چلسی میرویم. طالب؟ تو ما را به فراغتگاه چلسی میبرم گفته کجا آوردی؟ انا به این فراغتگاه. برای چی؟ برای ماشینگیری. چی؟ تو ماشین دزدیدنی؟ ماشین رو چی کار میکنی؟ اولش اینکه ما از پشت زبای پای پیاده دنبالگیری کردن نمیتوانیم. دومش این دزدی نیست. این استفاده بری موقتی است. از دو سر بیکار خوابیده است کو. آخر این خیل ماشین ها در شهر در هر حوله پر خوابیده است. میتوانی از آنجا استفاده بری. بسیار با عقلی. تو با این دیپلمات با این علم سر نخلان. در هر حولی اگر صاحب ماشین از خانه برآمدنی شود چی؟ ها؟ یا برعکس از خانه معشوقش برآید چی؟ اگر اینها از اینجا رفتنی شوند چی؟ من اینها رو نقض میدونم. از دو سر تا صبحدم از اینجا هیچ کس برآمدنی نیست. و تو ماشین رو چخیل میبری؟ خیلی عادی. انا این ماشین با تو معقول؟ معقول؟ تماشا کن. دیوانا. چین رفتیم. نقص کو؟ نقص؟ اکنون فهمیدی که از چی تو ما رو محروم ساختی؟ نابکار. یک عمر تو رو نمیبخشم. ماشینی خوب. اکنون وای از ما نمیگریزد. خودی حاضر در اطراف چلسی نوبداری را سر میکنیم. امروز کارمون برار نگیرد. پگاه ماشینی دیگر میگیریم. این ماشین چی؟ چی؟ با تو توفه کنم؟ نه من هم تو پرسیدم. این ماشین رو برده به جایش میمونیم. باز صاحبش غوغا نبردارد. ها درست. غوغا نبرداشته برده در جایش میمونیم. آنگاه به حضور میگردیم. چی گپ ها؟ آنها چی میخواسته باشن؟ آنها چی میخواسته باشن؟ میخوان که ما ایستیم. طالب آنها کیستند؟ پختکارها میخوان که پخترشون رو چیده دیگه. من از کجا میدونم؟ آخر تو گفتی که تا صبح یکان ترشان از فراغتگاه نمیخیزن. اینها خیستن. معلوم میشد که من خطا کردم. خدایا با دست افتادیم. طالب اکنون چی کار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ آرام شو فریدون. آخر چخیل من آرام شوم. گرم رو ویران نکن. خب کن. خب کنم؟ تو برای چی گپی من رو نگرفتی؟
من گفتم ماشین رو از آنجا گرفتن لازم نبود. طالب با دست افتادیم. اکنون چی کار میکنیم ما؟ فرید بسیار نکن. تیار شو. حاضر ما رو میکوبند. میکوبند؟ برای چی میکوبند؟ سخت میکوبند. سرت رو با دست‌ها و گرده هایت رو با اورنج‌هایت پناه کن. برای چی آنها ما رو میزنند ها؟ من هیچ چیز رو نمیفهمم طالب. ادگاه با ما شهر نمیدیم. تیار شو. حاجی کنی؟ حاجی کنی؟ حاجی؟ ها وای در اونجا. در کجا؟ استراحت دارد. استراحت؟ ما رو برای عرق فرستاد. چی؟ عرق؟ حاجی عرق نمی نوشد. چه خیلی فهمونم. سگش رو کیک زده است. میگوید که با عرق آنها رو برآوردن ممکن. چی؟ حاجی سگ دارد؟ اون ندارد سگ حاجی. دارد؟ ندارد. حاجی سگ ندارد. دارد. ندارد آخی. ندارد. رکس برادرو. رکس همسایه. ها. میبخشید. عذر زیاد. سراسیمه. ما سلام شما رو حتما به حاجی میرسونیم. میبخشید. بخشش ما باید رویم. حاجی کدام حاجی عرق می نوشد؟ من خیلی که از بحث و واهمه این طرف مسئله رو فکر نکردم. هر چیزی که به دهانم آمد گفتم. مرا میبخشید دادا جان. نگاه کن. انا وای برآمد. از خفایش میرویم. چرا وای اینقدر آهسته میراند؟ شتاب نکن. باز پای نبرد. طرف مرکز روان است. چی فکر داری؟ ها؟ به هر حال با وای نزدیک نشو. آخر وای میلیسه کسبی است. یکی پای بردنش ممکن. اینجا انیق چی گپی هست؟ کی باشد ها؟ آنها در آنجا چی گفتگو داشته باشند؟ اگر در ماشینش میکروفون میموندیم. برآمد. چی کار میکنیم طالب؟ تو کالاپش رو تعقیب کن. فهم که وی کیست. من باشد از پس زبید میشوم. افتت رو با کسی نشان نده. احتیاط باش. در خانه من وام میخوریم. تمام. خوب شده است.
این همون امونوف نیست؟ اوی ایستو 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 گفتم ایستو میگویم ایستو 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 میگویم گروهی های رسان رو دعوت کن اونها با محله جامی در اومدن زودتر خوب شدن یکم بازا گوش میکنم بازا این یکم ما گمان بر شده ای کشتار رو پیگیری داریم وای از ورزشگاه مرکزی و کوچه جامی در ایستو با تو میگویم ایستو یکم ایستو با ما یاری لازم است ایستا لعنتی ها ایستد میگویم ایستد با طرف چپ زودتر با طرف چپ چی؟ نه نیست؟ ندیده رفته الو زفر لبای این من فریدون فریدون تو چی خیر خوب هستی میدونی به سری من بدبختی اومد چی واقع شد حاضر وقت نیست بدتر میگویم زفر با من کمک لازم کمتر پول نمیدی من در قهوه خانه نصیبه در همونجا باش من بعد از نیم ساعت میآیم و هیچ کجا نرو خوب با شما رحمت ببخشید که شما رو آواره کردم مرحمت. این بچه ها شرمنده میکنه هیچ گم نه بیمار کنی بیارم مایلش سعید سعید فرانگیز السلام و علیکم بر سلام دستتون چی خیل بهتر شد دست شما سبک بوده است تشکر لازم باید مراجعت کنید من خرسند میشوم خوب شده است چی خیلی که امروز نقلیات کم من با کار دیر کرده ایستادم مجبورم که پای پیاده روم گاه دروید خیر مایلش فرانگیز لبای نامی من فریدون ببخشید من با خاطر میگیرم وای در همین آشخانه است هوشیار باشه شما مرا بار دوم نجات دادید بلا سند رفتیم این ماشین چی خیلی؟ ها؟ وای کجا شد؟ نه وای در اینجاست میستی زفر؟ وای کیست؟ تو وای رو میشناسی؟ این چی خیل؟ خوب در همونجا باش من بعد از نیم ساعت میآیم و هیچ کجا نرو فریدون شاید برای کاریابی با روزنامه اعلان دهیم وای کی گپ زن آخر این زفر
کدوم زفر؟ دوستی من میفهمی؟ دوستی بهترینی من. وای بازوبای چی علاقه دارد؟ برای چی؟ من میخواهم که این رو فهمم. با کجا؟ این طرف. آرام شو فریدون. وای تو رو میکشد میفهمی؟ من میخواهم با چشمان اون نگاه کنم. سرده. حالا وقتش نیست. وقتش میرسد. عقلت رو کار فرما. حاضر وای بد اخلاق رود. بعد همش رو از زبانی دوستی تو کشیده میگیریم. آرام شو. آرام شو. گریختیم. گریخت. خانه‌اش در چندم آشیانه؟ در سیوم. کی؟ زفر رو ممکن؟ تو کی؟ مرا زبید فرستاد. زبید گفتن چیزی رو فراموش کرده است. بیا یک پایم فرایم. فراموش کرده است؟ بله. حاضر. رفتیم. تو؟ چی واقعه شد؟ چی گفت؟ خیس. فریدون چی گفت؟ من از تو پرسیدنی که چی گفت؟ رفتیم از اینجا. ایستا فریدون ایسته. تولی با با کجا؟ تاریکی. درباره همکاری تو با زبید صحبت میکنیم. کدام زبید؟ باز میپرسی ها؟ فریدون تو چی کار کرده ایستاده ای؟ آخر من و تو دوست هستیم. من هم همین خیل گمان داشتم. گپ زن رزیل، تو بر ضدی من چی قصد داری؟ با شریکانت این کارو با چی خاطر میکنید؟ من اینجا هیچ گناه ندارم، باور کن. تولی بس کن. فریدون اگر نزنی نمیگوید. ایسته. فریدون گپ میزنی یا نه؟ گپ زن. فریدون تولی بس کن. تولی من اینجا دخل ندارم، باور کنید. با مادرم قسم میخورم. گپ زن. این زبید به من زنگ زد، تهدید کرد. بزنم نیست، تهدید کرد. در دستی وی عکسی من است. اونجا من همراه یک دختری 16 سالم. من نمیدونستم که اون دختر 16 سال است. فریدون وای دروغ میگوید. گوش نکن سگ دروغ میگوید. گوش نکن. باور کن فریدون. تولی بس کن. تولی بس کن. وای دروغ میگوید. وای چی میخواست؟ وای گفت که تو باید پیدا شوی یا یکی زنگ زنی. وای میخواهد که در برابر پیدا شدنی تو من با او زنگ زنم. و تو راضی شدی ها؟ زفر یک بار با چشمی من نگاه کن. تو بهترینت را چی خیل فروختی؟ تو چی خیل توانستی ها؟ چی خیل توانستی که من را فروشی ها؟ آخر وای تهدید کرد. خیل توانستی تو. زنها را که کشت
فریدون تو به این سگ باور نکن. این سگ دروغ میگوید. حاضر به زبان زن میزند بای. به من دیگر فرق نداره. رفتیم. تو به کجا؟ ایستا فریدون. فریدون من رو میبخشی. خیز از ماشین فرا برای چی؟ فرا کنی چی؟ زودتر چی کار کردم؟ رفت را گردک شو این زوبای جوانمرد نبود از کو؟ دختر رو پرت افت سمکچه اش رو هم پرت افت رفتیم. نامرد. آهسته. گوش کن تو از آن طرف رو من از این طرف خوب؟ احتیاط باش رفتیم این تویی که از قفای من پاییده میگردی عجب انتظار نبودم سعید با پای خودش آمده رسید میدونی من از گفتن تو بیمدار شدم میفهمی کنی پرخیز من اون زنها رو نکشتم. چه دلیل داری؟ منو سرده من میابم. سرده شاید از آسایشگاه زمرد برایت راحت هم گرفته دیم؟ برای چی از قفای من پاییده میگشتی؟ گپ زن من میخواهم قاتلی رو یابم و تو این رو میدونی. خیر فرض کردیم که من میدونم بچه من نگاره ناشد و زیبای نادان را کشتم بچه چی میگویی؟ دستا پشت سر
نه جون این دفعه به خطا میزنم. برای چی؟ مجبور شدم. زیبا بسیار می‌لقید. کشتنی وی عموما در نقشه ما نبود. گناه خودش. لیکن این عینی مدعای دلی ما شد. به گردن تو گناه بسیاری را بار کردیم. نگاره چی؟ چرا وی خودش را معیوب نشان میداد؟ این چی بازی بود؟ این با کی لازمه؟ تو چی؟ حالا هم چیزی را نفهمیده ای؟ نه تو بگو. گوسفند گپ زن. برای چی تو از پای من پاییده میگردی؟ آن بچه‌ای که همیشه همراهی توست کجاست؟ بگوی. من با تو یگان چیز نمیگویم. میگویی. میگویی. من با تو هیچ چیز نمیگویم. از بسر تو من رو میکشی. راست بشو، لیکن کشتن هر خیل می شود. تو در این کار تجربه داری. آدم کش. تشکر. خوش گپ میزنی؟ نه. پس حقت را گیر. شما به حبس گرفته شده جناب. نه آردر برای حبس شما. تمام عمر آرزو میکردم که به من چنین سخنها را گویم. تو میدونی که آرزوها بعضی وقت عملی میگردن. کنی او سخت زده است کو. وای با تو چی لقید؟ زنها را وای کشته است. اوه من میدونستم که وای فاشیست است. هیچ گپ نه. حاضر وای با ما به همش جواب میگوید. انا بعد ما وای را در انا همینجا میگیرم. طالب دفعه گذشته تو انا این را از یاد برآوردی. طالب 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 رزیل تو وای را کشتی. آخر نو وای خودش حاضره که گفت که با آرزویش رسید. به آرزو زیستن معنی ندارد. آدم کش تو را کشتی. ایستا ایستا گفتم ایستا. ایستا ایستا. از دو سر و هیچ کجا نمیگریزی. تو خوشحاله و با برار هستی، اما هر برار یک روز نه یک روز به آخر میرسه. اکنون کلمات رو عرضه کن. سگ بچه
طالب دستم رو مستحکم دار. بهتر از تو مرا سر ده. نه فریدون مستحکم دار طالب. هر دویمون هلاک بشویم فریدون. سر ده. نه گپای همه خونه نزن. سر ده. دیماس هر دویمون هلاک بشویم فریدون. مستحکم دار طالب. نه طالب طالب. فریدون؟ سلام. با تو چی شد؟ همه جایت پوری خون. یاری رسان من لباس هایم رو کشم. با تو چی شد؟ این چی؟ تاپونچه. دیده استادم. این از کجا در دستی تو؟ این غنیمت از یک آدم ناخوب به من ماند. فریدون تو مرا خواطیر میکنی. چی واقعه شد؟ همش پشت سر شد عزیزم. به من یک سچاق ده. حاضر. چی خوش است که من در خانه خود هستم. مهگیر تو رو میلیسه ها گفتند. آنها گپای دهشتناک گفتند. چی ها گفتند؟ گفتند که تو قاتل هستی. و تو باور کردی؟ البته نه. باز طلب کردند که اگر تو بیایی من به آنها فوراً خبر رسانم. اگر تو به آنها زنگ زدن خواهی مرحمت. من تو رو نگاه نمی دارم. عقل در جایش. تو چه خیل می توانی این گپ را گویی؟ من قاتل را یافتم. وای کی بوده است؟ وای مرد. مرد؟ تو وای را کشتی؟ بله. برای چی؟ برای آن که وای میخواست مرا کشد. تو نباید او را میکشتی. تو چی؟ وای رو میشناختی؟ تو فقط در غم خود بودی. با این خانه چسبیده گرفتی. من نفهمیدم. پس معلوم می شود که سببگاری همه این واقعه ها خانه ماست؟ $100,000
ақалан мефаҳмӣ ки ин чӣ қадар маблағ аст. ин хона аз падарам ба ман монда буд ва ман ҳам мехоҳам ки инро ба писарам мерос монам. ба кӣ даркор падари ту? овай ку мурдааст, умуман дигар вуҷуд надорад. аммо писари ту бояд сазовор зиндагӣ кунад. мефаҳмӣ? ман ҳам ки зани туям. ман одамам. ман як ҳаёт дорам. боз чӣ қадар дар ҳолати қашоқӣ рӯз гузаронидан мумкин? ман гумон кардам ки хушбахтам. ту гумон доштӣ. лекин ин хел хушбахтӣ ба кӣ лозим? шояд ту хушбахт будӣ, аммо ман чӣ? умед чӣ? малика, ту суханҳои даҳшатнок мегӯӣ. ман дигар наметавонам хомӯш истода. наметавонам. ба дили ман ҳаёт ба сар бурдам ба тарзи зиндагонии ту задааст. малика, ин ҳаёти ҳардуи мост. не, ин зиндагони ту аст, аз они ман нест. ман ба мисли одамони осудаҳол зистан мехоҳам. ту намехоҳӣ. ин ҳуқуқи ту аст. вале барои чӣ ту ба ман халал мерасонӣ? ман ба ту халал мерасонам? ту нақс фаҳмидӣ ки ман чиро дар назар дорам. ту ҳамеша паймон медиҳӣ. такрор ба такрор мегӯӣ ки ман туро дӯст медорам. аммо ин ҳама гап аст. дар амал ҳамааш баръакс. ишқу муҳаббати ту дар чӣ зоҳир мешуд? фақат дар суханҳои ширин? мардро гап мард намесозад. охир ман барои ту ба одамкушӣ розӣ шудам. мефаҳмӣ? ба одамкушӣ. ту ягон вақт ин амалро иҷро намекардӣ. ту аз он хамир нестӣ. мо инро аз аввал медонистем. мо? ҳа, ман ва Зубай. من برای تو همه کارا میکنم. من میدونم تو با وی حسد میبری. خیر اقرار بکن. اقرار بکن. تو یگان وقت این خیل نمیتوانستی و میدانی از همه دهشتناکش چی؟ اگر زبید نمی بود من باز دیگر مرد رو انتخاب میکردم. تو برای گناهایت مرا عیبدار میکنی. مگر تو فرشته ای؟ در هیچ کجا کار نمی کنی؟ با گردن زنت سوار شده ای؟ مگر این درست است؟ و هنگامی که امکانیت پول کار کنی پیدا می شود تو یک بار پرینسیپیالی می شوی. خانه پدری من تمام و سلام. نه عزیزم، تمام نه. و برای همین
تو خوش دارد قرار دادید که از من خلاص شوید. راستی گپ رو گویم، این همش رو من فکر کردم. زیبا یک وقت درباره نیگورا نامشناسش که آرزوی اکتریسه شدن را داشت به من نقل کرد. همش بسیار عادی است. با تو نقش دختری معیوب را بازی کردن و مرد را به خود عاشق ساختن لازم است. این دو کار دو است. لیکن خود را معیوب ساختن چی لازم؟ آسان‌تر و بهتر نیست که دختری بی نقصان باشم؟ نه، من همش را نقشه کشیدم. بعدتر جزئیاتش رو یک جای بررسی میکنیم. حاضر اساسیش همین که تو راضی باشی. راضی هستی؟ من راضی. نخس. انا پول. تشکر. لیکن به نظر گیر، یگان کس نباید از این خصوص داند. حتی زیبا؟ حتی زیبا. ایده ما عادی بود. او جوان و زیباست، اما معیوب. تو تدریجاً به او مهر پیدا میکنی. به خانه‌اش زیاد رفت و آمد میکنی. تو رو در آنجا همه میبینند. بعد یک روزی رفشن چند لحظه پیش از آمدن تو او را میکشند و پس از این با بهانه کوشش فرار تو را هم میکشند. من بعدتر اعلان می نمایم که تو معشوقه داشتی و به خانه‌اش منتظم می رفتی. همسایه ها همش را تصدیق می کنند و تمام. پول از من می شود. لیکن از کجای به سری تو فکری به طرب خانه رفتن زد. تو آنجا نوشیدی، مست شدی و نگاره را واخوردی و قریب نقشه مرا برباد. بعد با کدام معجزه تو از دست زبید خلاص خوردی. اما تو چه خیلی فهمیدی که زیبا با نگاره شناس بود؟ این را من تا حال نمیدانم. فریدون، برای چی تو این خیلی رفتار میکنی؟ خودش اینجی است؟ الو، ملیکه؟ لبای چی حادثه شد؟ حاضر فریدون اینجا آمد. فریدون آمد؟ من به دهشت افتیدم. وی میگوید که نگاره را کشتن. زیبا آرامانه گپ زن. تو به وی چی گفتی؟ هیچ چیز نگفتم. وی در اینجا چنان تلاطم برداشت که من وی را به زوری گسیل کردم. فریدون بگو به خانه من میگوید. مادر رو جواب میخورید. فهمم. وی خودش گناهکار و تو در اینجا هم از دیگران پیش دستی کردی. چه خیلی تو به خودت مانند نیستی. میدونی عزیزم، من به هر حال ملیسا را دعوت میکنم. تو همش را اقرار میکنی؟ ها، البته. من به آنها تمام حقیقت را میگویم. میگویم که چه خیلی معشوقه خود را کشتی. بعد دوگانه مرا که از واقعه ها خبردار شد کشتی و باز آن میلیسانی را که از جنایت تو واقف گشت از میان برداشتی. بعد مرا هم با سلاح آن میلیسانیر کشتن خواستی. چون که من به تو یاری رساندن نخواستم و با فریب تپانچه را به دست آوردم. تو کوشش نمودی که آن را از من گیری و من تصادفاً به تو تیر خالی کردم. تو من رو میپرانی؟ آخر در خانه پسرمون خوب است. فریدون، من الکی 100 مراتب افسوس خوردم که وی از کمر تو است.
فریدون فریدون زوبای در نکام انگلیسگی همه این کار رو کرد. بخشش اکنون باز من هیچ کجا نمیگریزی. السلام چه خیلی بچه جان در صورت رو نست هم کرده؟ آفرین رفتی پروفسور چه؟ سلام امک طالب. سلام در اینجا بیا. امک اکرام سلام. ما سلام اینجا. موافقت چه خیر؟ نه امک طالب دادم به من تلفن مبلی تحفه کردن. از راستی؟ کنی یک بار بینیم نشان ده؟ حاضر. دزدیدن. چی؟ دزدیدن. نخود. تلفنم را دزدیدن. دزدیدن. انا تلفونات. ما چه این خیلی نگاه میکنی؟ من هم تو یک امنیت شخصی گذراندم فقط برای خودی ها. کاری تو ساعتی چند؟ ساعتی 14. من با تو کار دارم. خب اکرام لابای همینجا نگاه دار. امید رو راست به خانه بردمان. خوب شده. ای با کجا؟ چی خیلی آدم ها؟ دوی ما حالش همین خب میگریزم. چه انسان رو انسان می کند؟ اندیشه کرده توانستن غلط و ضعف خود را اقرار کردن. ضعیف بودن عیب نیست، از همه بعد اقرار کردن نتوانستن به این و کوشش این را تغییر ندادن است. نه همه کارها را من درست انجام داده توانستم، اما قوه دارم که آن را اصلاح نمایم. دادا جان بینید بلی ناوسکو
барои расидан ба орзуи худ бояд мубориза бурд. ҳарчанд ки дар ин мубориза мағлуб шавӣ, ин ғазаби туро поён мекунад ки дастонатро ғайри иродаи худ надодаӣ. ба он бовар кард ки соҳиби тақдири худ ҳастӣ. поёни ҳама гуна зимистон баҳор аст. муҳимаш ин ки ман як чизро фаҳмидам: ба осонӣ набояд паймон баст. дарахти паймони шикаста самараи талх ба бор хоҳад овард.